سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. قزاقستان طالبان را از روی خط سیاه سازمانهای تروریستی برآورد. پرونده 4 تاجیک متهم به قتل 2 تاجیک دیگر به دادگاه رفت. جزای مهاجر تاجیک برای برانگیختن کینه و عداوت نسبت به خلق روس. زمین لرزه در نزدیکی شهر خوروغ. در باختر 3 رئیس محله را برای تازه نکردن پرتوف‌ها جریمه بستند. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقایف روز 3 ایون سال 2024 در قرارگاهش در شهر اوستانا در ملاقات با رئیسان پارلمان‌های کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی یا اودیکبه خبر داد که قزاقستان حرکت تندرو طالبان را از روی خط سیاه سازمان‌های تروریستی برآورده است تا که امکان رشد همکاری‌ها با حکومت افغانستان را که تحت نظارت طالبان قرار دارد به دست بیاورد. قزاقستان با در نظر داشت اهمیت رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی با افغانستان امروزه و درک این واقعیت که این رژیم برای مدت دوامدار در سر کار است، رژیم طالبان را از روی خط سازمان‌های تروریستی خارج کرد، اظهار داشت توقایف. قاسم جمارت توقایف در سخنرانیش به همکاری‌های منطقوی جلب کردن افغانستان را یکی از وظیفه‌های استراتژیکی در مرحله کنونی نامید و از همه خواست تا از تشبث قزاقستان در مورد در شهر المتا تأسیس دادن مرکز سازمان ملل در امور تامین رشد استوار آسیای مرکزی و افغانستان پشتیبانی کنند. یادآور میشویم هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز اظهار داشت که باید واقعیت را به نظر گرفته با حرکت طالبان راههای مناسبت را پیدا کرد، زیرا امروز محض همین حرکت قدرت واقعی را در افغانستان در دست دارد. این شرح پوتین در پاسخ به خبری بود که می گفت وزارت کارهای خارجه و وزارت عدلیه روسیه به پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که حرکت تندرو طالبان را از روی خط سیاه سازمان‌های در روسیه ممنوع خارج کنند. در ماه آگوست سال 2021 نیروهای طالبان با استفاده از خروج با شتاب نیروهای ائتلاف بین المللی و فرار حکومت رئیس جمهور وقت افغانستان اشرف غنی حکومت را در این کشور جنگ زده به دست خود گرفت. تاجیکستان بلافاصله موقع مخالفت با رژیم نو طالبان را پیش گرفت، ولی این دفعه روسیه و ایران برعکس طالب‌ها را برای نیروهای ائتلاف تحت رهبری امریکا و ناتو را وادار به ترک افغانستان کردنشان ستایش کرده با آنها راههای تماس همکاری جستند. از جمله روسیه الکی در سال 2022 سفارت افغانستان در شهر مسکو را به دست دیپلمات‌های فرستاده طالبان سپرد. سررئیست تفتیشات ولایت مسکو روسیه روز 3 ایون سال 2024 از انجام تفتیش پیشکی و به دادگاه ارسال شدن پرونده 4 شهروند تاجیکستان خبر داد که بر اساس 2 بند کودکس جنایتی روسیه قسم 2 ماده 213 و قسم 2 ماده 105 به افباشی گروهی و سوء قصد به کشتار یک هموطنشان در جریان یک مناقشه گروهی بین مهاجران تاجیک ایدار میشوند. این زنازنی خونین بین خود تاجیک‌ها شب 31 ایول سال 2023 در چیخوف، شهر با 87,000 اهالی در تقریبا 70 کیلومتری جنوب پایتخت روسیه رخ داده بود. تفتیش پرونده 2 متهم اساسی در این پرونده اکا و دادره که در آن مناقشه 2 ساکن نویه فیض‌آباد دلیر یوسف و دلیر تقایف را کشته خود همان شب از طریق بلاروس به تاجیکستان فرار کردند به صورت علاوه بررسی خواهد شد، چون که آنها تا حال در جستجوی بین المللی قرار دارند و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در این 1 سال درباره چی نتیجه دادن جستجوی این 2 اکای دادر یگان خبر نشر نکردند. بنا به گزارش خدمات مطبوعات سررئیست تفتیشات ولایت مسکو، در جریان تفتیشات معاین کرده شد که 29 ایول سال 2023 در یکی از مؤسسه‌های شهر چیخوف بین 2 گروه شهروندان تاجیکستان مناقشه رخ داد. بعدا شب 31 ایول سال 2023 هنگام حرکت در ماشین‌ها در کوچه زمسکایا یک گروه مهاجران تاجیک پیش روی گروه دیگر را گرفته است و بین آنها زنوزنی سر زد. در جریان زنوزنی متهمان به 2 جبر دیده‌ها زخم‌های کورد زدند که در نتیجه هر 2 در جای حادثه جان دادند. 2 متهم دیگر باز یک جبر دیده دیگر را چند ضرب کورد زدند ولی او زنده ماند. در نتیجه این مناقشه در مجموع 8 نفر جراحت برداشتند.
در جریان تفتیش همچنین معین کرده شد که همه اشتراکچیان زن و زنی در چخوف در حدود روسیه غیر قانونی قرار داشتند. این بخش خلاصه تفتیشات با مقصد به جوابگری کشاندن شخصان مسئول علیحده بررسی خواهد شد. در اطلاع مقامات تفتیشاتی یگان نام آورده نشده است، ولی قبلا گزارش شده بود که در جریان مناقشه شب 31 ایول سال 2023 در شهر چخوف دو زاده نویه فیض‌آباد دلیر تغایف و دلیر یوسپوف کشته شدند. گفته می شد که دو گروه مهاجران تاجیک از یک طرف زادگان نویه فیض‌آباد و از طرف دیگر زادگان ولایت ختلان اول در قهوه‌خانه مناقشه کردند. بنا به فرضیه تفتیشات مناقشه از یک بهانه کاملا نوچی سر زد. گویا یک زاده فیض‌آباد با یک زاده ولایت ختلان درست سلام نکرده است. به بحث آنها دیگران همراه شدند و در نهایت دو طرف به افاقه آمدن نتوانسته بحث خود را به کوچه کوچاندند. در ویدیوهای از جای حادثه نشر شده دیده می شد که گروه تاجیک‌ها در 5 ماشین به جای واخوری یا رزبار آمده ماشین‌های خود را نمایشکارانه در بین راه می‌گذارند و سپس با هم دیگر دست به گریبان می‌شوند. زن و زنی خیلی زود به کارچپی پیچید و در نتیجه یکی از آن دو برادر کرد را از جیبش برآورده دو زاده نویه فیض‌آباد دلیر یوسپوف ساکن 31 ساله دهه مومن آباد و همنام یو دلیر تغایف ساکن 28 ساله دهه فتح آباد را چند کرد زده. در نتیجه هر دو در جای حادثه جان دادند. درباره شخصیت دلیر یوسپوف معلومات زیادی در دست نیست، ولی دلیر تغایف در چخوف به تجارت مواد ساختمانی مشغول بوده. به خاطر این همراه برادرش ماشین تمغه لاد سماره خریده بود. جسد دلیر تغایف و همنامش دلیر یوسپوف را آن شب نحس در نزد همین ماشین پیدا کردند. همگی چند پیش از این حادثه یک برادر دلیر تغایف در تاجیکستان از بیماری جان داده بود و او از این مصیبت به سر عائله‌شان اومده خیلی غمگین و ماتم زده بود. بخبر از اینکه خبر مرگ او پدر و مادر غمزده‌اش را باز هم غرق ماتم میکند. دادگاه نویه چمل کشور اولتای روسیه یک مرد زاده تاجیکستان را در برانگیختن کینه و عداوت نسبت به خلق روس گناهکار شناخت. دادستانی اولتای روز 30 مای سال 2024 خبر داد که این زاده تاجیکستان ماه دکمبر سال 2023 در شرح نوشتهش در زیر یک مطلب در گروه اینسیدنت گورنو آلتایسک در شبکه اجتماعی کنتاکت به سخنان را داده است که بر اساس نتیجه های تحقیقاتی لینگویستیکی یا زبانشناسی در آن نوشته ها علامت های دعوت به برانگیختن کینه و عداوت، همچنین علامت های تحقیر و شان و شرف انسان و یا گروه انسان ها به دلیل ملت و زبان آنها دیده می شود. خود این مرد تاجیک و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع دادستانی در دادگاه نویه چمال در جریان مرافعه پروندهش این مرد به گناه خود اعتراف نکرده ادعا کرده است که کسی صحیفه او را در شبکه کانتاکت شکسته از نامش هر گونه شرح نوشته است. اما نوشته از دادستانی تفتیشات معین کرد که به صحیفه این زاده تاجیکستان در شبکه کانتاکت تنها از تلفن موبیلی او در آمدند و به این تلفن بغیر از صاحبش یگان کسی دیگر دسترسی نداشت. در این اساس دادگاه این مرد تاجیک را بر اساس ماده 20 کدش حقوق ویرانکنی‌های مأموری روسیه در برانگیختن کینه و عداوت و پس زدن شان و شرف انسانی گناهکار شناخت و با طلب دادستانی نویه چمال به 40 ساعت کارهای حتمی محکوم کرد. حکم مرد تاجیک هنوز قوه قانونی نگرفته است و او میتواند از آن شکایت برد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در نویه یاوان یک کودک 10 ساله غرق شد و جستجوی او با جلب نجات دهندگان 2 روز دوام کرد. بنا به اطلاع کمیته روز 1 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 13:30 یک پسرچه 10 ساله از دهه کولاباد جماعت چارگل نویه یاوان در کانال محلی غرق شد. برای جستجوی جسد کودک نجات بخشان از ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان سفربر کرده شدند. روز اول جستجو تا رسیدن تاریکی ادامه یافت ولی نتیجه نداد. صبح 2 ایون جستجو را از سر گرفتند و ساعت 2:07 بالاخره نجات دهندگان جسد را تقریبا 800 متر پایین‌تر از جای غرق شدن کودک پیدا کرده به خویشاوندانش سپردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده با اظهار همدردی به پدر و مادر و نزدیکان طفل غرق شده
بار دیگر خاطر رسان میکنند که کودکان را به نظارت نگذارند، به آنها اجازت ندهند که در مکانهای ممنوع آبازی کنند و از کودکان طلب کنند که هنگام آبازی تمام قاعده های بی خطری را رعایت کنند. بنا به آمار رسمی کمیته حالتهای فوق‌العاده، امسال تا 3 ایون سال 2024 در تاجیکستان علاقه 52 نفر از جمله 21 نابالغ تا سن 17 غرق شدند. تنها در دوام هفته گذشته درباره غرق شدن دست کم 5 کودک خبرها به دست رسیده بودند. بنا به آمار کمیته حالتهای فوق‌العاده، طی سال 2023 در آبهای تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورس تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. سال 2024 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بودند. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که روز 2 ایون سال 2024 ساعت 13:23 دقیقه به وقت تاجیکستان در شرق این کشور زمین لرزه رخ داده است. بنا به اطلاع پایگاه‌های بین المللی زلزله نگاری، مرکز آفات طبیعی در 52 کیلومتری شمال و شرق شهر خاروغ، مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده. زمین در اینجا در عمق 129 کیلومتر و با شدت 4.4 بال طبق جدول ریختر لرزیده است. اما مرکز پیشبینی زمین لرزه های وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان که زمین لرزه ها در تمام آسیای مرکزی را پیگیری و ثبت می کند، مرکز این زمین لرزه اخیر در شرق تاجیکستان 44 کیلومتری خاروغ و اقتدار این زمین لرزه را در مرکزش 4.7 بال برابر کرده است. زلزله نگاران ازبک همچنین خبر دادند که دستگاه های آنها در عمق 10 کیلومتر لرزیدن بیشتر زمین را ثبت کردند. خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علوم‌های تاجیکستان هنوز درباره این زمین لرزه یگان اطلاع نشر نکرده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان خبر داد که روز 3 ماه سال 2024 در جریان یک رید کارمندان میلیس اکولوژی و سیاحی ولایت چند دلیل تازه نکردن پرتوها و خراب کردن تازگی محیط اطراف نسبت به 15 ساکن ولایت ختلان از جمله نسبت به 3 رئیس محلی شهر بختر پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. این 3 رئیس محله عبدالکریموف کمال‌الدین سال تولد 1986، رئیس کمیته محلی وعدت نظرف ظفر سال تولد 1973، رئیس کمیته محلی حاجی شریف یوسف عباس سال تولد 1966، رئیس کمیته محلی بهار می باشند. نسبت به این نفران برای نظارت و تازه نکردن نقطه‌های پرتو جمع‌کنی طبق طلبات ماده 232 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری پروتکل مأموری ترتیب داده شد. ماده 232 برای رعایت نکردن طلبات‌های حفظ محیط زیست هنگام حمل و نقل، جایگیر کنی، استفاده نیست کردن پرتوهای صنعتی و معیشی و دیگر پرتوها همچون جزا و جریمه پیش بینی می‌کند. به شخصان واقعی به اندازه از 1 تا 3، به شخصان منصبدار به اندازه از 10 تا 15 و به شخصان حقوقی به اندازه از 100 تا 200 نشان دهنده برای حساب‌ها. یادآور می‌شویم که یک نشان دهنده امسال 72 سامانی را تشکیل می‌دهد. در عکس‌های نشر کرده میلیس ولایت ختلان غرم‌های بزرگ پرتو دیده می‌شوند که ظاهراً کسی در فکر تازه کردنشان نبود. میلیس ختلان گفت تامین امنیت اکولوژی جامعه از مبرمترین مسائل عمومی بشری حساب شده. وظیفه هر یک شخص صاحبدل این است که برای محافظت محیط زیست، توزیع آزاده نمودن کوچه و محل‌ها، نهال و درختان، طبیعت و ثروت‌های بی‌بهای آن با رفتار و کردار نکویشان برای رشد و نموی کشور و آبادی دیار عزیز سهمگذار باشند. میلیس ختلان ماه فوریه سال جاری نیز از ترتیب دادن پروتکل‌ها نسبت به مسئولان و رئیسان چند محله‌های شهر بختر به دلیل فارغ‌بالی و تازه نکردن پرتوگاه‌ها خبر داده بود. مجازات مسئولان برای افلاس کردن محیط زیست در تاجیکستان حادثه خیلی نادر است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.